مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که تا 31 ایول سال 2024 در جمهوری هوا بعد رکوردی گرم می شود. دمای هوا به حد 43 درجه در نواحی توبه جمهوری، ولایت سوخت تا 46 درجه، در قلمرو ولایت ختلان از 37 تا 40 درجه گرم و در قطار نویه‌های کوهی و نزد کوهی و نویه دروز 42 درجه گرم می شود. افزایش دمای هوا در نویه‌های کوهی و بلندکو می تواند سببگار آب شدن پیریخ‌ها و برف‌ها شود و این به بالوروی سطح آب و رودخانه‌ها آورده رساند. چند توصیه مهم برای روزهای گرم از کمیته ولایت‌های فوق‌العاده: طول روز رضاهای خانه‌تان را پوشیده نگاه دارید. شبانگاه وقتی حرارت هوا در کوچه پایین است می توانید رضاها را باز مانید. نگذارید که حرارت بدنتان خیلی گرم شود. بیشتر آب نوشید. در تن لباس‌ها از متاع‌های طبیعی داشته باشید. تا امکان دارید خود را احتیاط کنید. هنگام استراحت و آببازی خیلی باید احتیاط کرد. قاعده‌های حضور در مخزن‌های آب، ساحل رودخانه‌ها، کانال‌ها، آب انبارها را رعایت نمایید. آدمایی که از بیماری‌های قلب رنج میبرند در گرما چی باید کنند؟ همیشه داروهای تعیین شده را با خود داشته باشید. در آفتاب خود را نسوزانند و کوشش کنند از نورهای سوزان آفتاب دوری جویند. اگر کوچه خیلی گرم باشد خوب می شود از خانه بیرون نشوند. روزانه نه کمتر از 1 لیتر آب نوشند. به نظام طعام‌ها و غذاهای پرهیزی گذارند. خیلی مهم است که شراب استعمال ننمایند و سیگار هم نکشند. در حال پیش آمدن حالت‌های ناگوار با تلفن‌های 223 13 11 و 112 و کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دهید.